طی مطالعه‌ای که دانشگاه وسترن کانادا به سفارش شرکت مایکروسافت روی 2000 تا داوطلب انجام داده، مشخص شده که میانگین طول توجه و تمرکز آدم‌ها در سال 2000 12 ثانیه بوده، اما این عدد در حال حاضر رسیده به 8 ثانیه. شاید بگی خب که چی، حالا ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که دامنه تمرکز ماهیگلی که شب عید تو سفره 7 سینمونه 9 ثانیه است. یعنی اون ماهیگلی الان 1 ثانیه بیشتر از من و شما میتونه روی یک موضوع تمرکز کنه. این تحقیق نشون میده علت این امر استفاده از تجهیزات الکترونیک و رسانه‌های مختلفه. یکی از اتفاقای بعدی که در کشور ما در حال رخ دادنه اینه که به طرف میگیم کتاب میخونی، میگه نه ولی خیلی تو فضای مجازی مطالعه دارم. دوست من، اون اصلا مطالعه حساب نمیشه. یکی از اثرات سوء استفاده از فضای مجازی اینه که ما تو فضای مجازی اونقدر درگیر محتواهای کوتاهیم که دیگه تمرکز روی یک کتاب یا یه موضوع به مدت نیم ساعت برامون